تا حالا شده فکر کنی چقدر آدم‌های با استعداد دورمونه که انگار یه جورایی تو سایه موندن. آدمایی که هنرشون میتونه دنیا رو عوض کنه، اما کسی اونا رو هنوز پیدا نکرده. همیشه ما دنبال ستاره هاییم، اما فراموش میکنیم که هر ستاره‌ای اول فقط یه جرقه بوده. اینجا دقیقاً همون جاییه که قراره جرقه ها رو پیدا کنیم. کنارشون بشینیم، باهاشون درد دل کنیم و از سختیایی که پشت این استعداده ازشون بپرسیم و ببینیم چطور برای رسیدن به هدفشون می‌جنگن. پس با ما همراه باشین، چون قرار این جرقه ها رو تبدیل به شعله کنیم. به جرقه خوش اومدید. همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حالتو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. خب در کنار ساناز جان عزیزمون هستیم. ساناز حالت چطوره؟ خوبم، خدا رو شکر، الحمدلله. خدا رو شکر. این روزها به کاری مشغولی؟ بله دیگه، همین اجرا و دکلمه میخوانیم. گزارشگری هم انجام میدی درسته؟ تو این روزا گزارشگری هم داری یا نه؟ آره ولی خب نسبت به قبل کمتر. ساناز، اولین جرقه یا آرزویی که تو این مسیر باعث شد که هنر رو انتخاب کنی چی بوده؟ خب من از تقریبا 2-3 سال شروع کردم به کار اجرا و خبرنگاری. اولین همون جرقه‌ای که باعث شد من تو این مسیر بیام مدیر مدرسه پایه سومم بود. خب من اونجا در سطح مدرسه خبرنگاری رو شروع کردم. بعد مدیر من رو به کانون سازمان معرفی کرد، کانون فارابی و سازمان دانش آموزی. بعد هم وارد اداره شدم و خب الان در هنر نانجی فعالیت میکنم. چند سال این کار رو شروع کردی؟ تقریبا 3 سال. 3 سال. تو این مسیر مانعی بوده یا ترسی بوده؟ خب توی همه حرفه ها یک چیزی هست که باعث میشه که اون چیزی که یک مانعی هستش بالاخره. بله بوده. کسی بوده که ناامیدت کنه که خب تهش چی میشه، ولش کن، حوصله داری؟ شاید، ولی خب چون که من تازه اولای کارمه کسی اینطور برخورد نکرده، خیلی کم پیش اومده برام. اگر برگردی به عقب و همون سانازی رو ببینی که تازه داره شروع میکنه، چه توصیه‌ای براش داری؟ اینکه بداهه‌گویی زودتر شروع کنه. دوباره همین مسیر رو انتخاب میکنی؟ آره ولی خب شاید پیشرفته تر یا بهترش. الان هم راضیم از اینجایی که هستم و کاری که انجام میدم. شده توی این کار، توی اولایی که شروع کردی، به خاطر اینکه تجربه نداشتی به خودت یا دیگران یک خسارتی وارد کنی یا یه ضربه‌ای بزنی؟ ضربه اونجوری که نه خیلی آسیب جدی باشه. نه اینطوری پیش نیومده برام. به نظرت به عنوان یک مجری یا گوینده یا اصلا بگیم هنرمند چه معیارهایی باید داشته باشه؟ اینکه غرور نباید داشته باشه. خب اینکه غرور آفت هنره و اینکه باید مردمی و خاکی باشه و خب باید انگار همه جوره اوکی باشه از همه لحاظ. خب از لحاظ حرفه‌ای بودنش باید حرفه‌ای باشه. حالا اون که دوره ها و دورهای چیز خودشو داره، مخصوص خودشو داره که اونها رو باید شرکت کنیم تا اینکه یک هنرمند خوب باشه. تصور کن تو یک موقعیت شغلی قرار گرفتی که از لحاظ شهرت و از لحاظ درآمدی خیلی خوبه، اما از لحاظ حرفه‌ای بودن و هنری بودن اون جلوه جالب رو نداره. چیکار میکنی؟ خب
خب میرم سعی میکنم اون حرفه‌ای رو به دست بیارم، حرفه‌ای بشم تا اینکه همش کنار هم قشنگه، هم که معروف باشی، هم حالا درآمدش، هم که حرفه‌ای باشی، از همه مهمتر. بین درست بودن و محبوبیت کدوم رو انتخاب میکنی؟ منظورتون از درست بودن یعنی؟ شما ترجیح میدی یه کار درست رو انجام بدی یا اینکه آدم محبوبی باشی؟ گاهی وقتا یه کاری درست نیست، میدونم که درست نیست، اما برای من شهرت میاره، محبوبیت میاره، یا شاید هم یه درآمد خوبی بیاره. اون که کار درست رو انجام بدیم و در رضای خدا باشه بهتره. چرا درآمد رو انتخاب نکنی؟ اون شهرت هم خوبه دیگه. خب همین دیگه، اون که در راه خدا باشه و خب شاید اون کاری که ما انجام میدیم واقعا باب میل مثلا کار خوبی نباشه شاید. برای همین خب کار درست بهتر این که هم باب میل خدا من باشه، هم این که همون رو انجام بدیم به نظر من بهتر. توی حرفه شما خب رقابت زیاده، خیلی هم زیاده، ولی برای رسیدن به اون هدفاتون به نظرتون باید چی کار کنیم؟ خب رقابت تو همه چیز زیاده، حالا برای اینکه بخوایم به هدف برسیم هر کاری انجام دادن برای اون هدف به نظر درسته؟ نه خب نمیشه که هر کار رو برای رسیدن به یک هدف انجام بدیم. خب دقیقا اینم فکر کنم میشه همون درست بودن یا شهرته. هم هر کاری رو نباید انجام بدیم و باید مثلا از این کارا که تو این مسیر ساناز طبیعتاً خب افرادی هستن که انتقاد میکنن، ممکنه تند باهاتون برخورد کنن. چطور با این انتقادات، با این طعنه ها، تمسخرها کنار میای؟ چیکار میکنی؟ خب من برامون هدفی که تو ذهنم مد نظرم مهمه و خب همون راهی که راه خدا باشه و خب به نظر من هیچ توجهی به اونا نمیکنم، چون اونا شاید آدمایی باشن که واقعا توی زندگی اضافن و اونا رو باید از دور خودمون حذفشون کنیم. من شاید اونا خیلی وقتا این اتفاق بر من پیش اومده که منو مسخره میکنن یا خیلی ایرادایی میگیرن، ولی خب به نظر من زیاد نباید بهشون توجه کنیم. توجهی به انتقادات نمی‌کنی؟ چرا؟ اینکه بخوان ایرادی بگیرن و من اون رو درستش کنم چرا، ولی اینکه بخوان مسخره کنن یا ایرادهای سازنده میتونه مفید باشه. به نظرت یه هنرمند حرفه‌ای چه چیزی باعث میشه که اون هنرمند ماندگار باشه، تو ذهنا بمونه؟ اینکه همون محبوبیت بین مردم، اینکه همیشه اسمش سر زبونا باشه. خب این محبوبیت از کجا میاد؟ من اومدم تازه میخوام این مسیر رو شروع کنم، میخوام یه آدم حرفه‌ای باشم، محبوب باشم. این محبوبیت رو از کجا بیارم؟ اینکه خودت رو با مردم یکی کنی. از نظر من اینکه خاکی باشی و حس مغروریت به دست نده، فکر می‌کنم اینجوری محبوبیت به دست میاد. سانا جان، اگر قرار باشه که یه پیام کلیدی از طریق کارت به نسل‌های بعدی منتقل کنی، اون پیام چیه؟ اینکه همیشه برای هدف مد نظر و خب اون جایگاهی که میخواین براش تلاش کنین و هر چقدر سخت باشه با تلاش و پشت کار و همه جا میرسیم. اگه سعی کنین همیشه اون تلاش که میکنین در راه خداوند باشه. موفقیت رو چطوری تعریف میکنی؟ موفقیت یعنی که هم محبوب باشی پیش مردم. دست شما درد نکنه. مادر جان، ما داریم ضبط میکنیم، شما پشت به دوربینی. آقا جان بیسکویت با چای برات. دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. میتونید تشریف ببرید. آقا جان کجا تشریف ببریم؟ ما یک کرگدن است. کرگدن کیه؟ همین کرگدن دیگه. کرگدن کیه؟ هاشم کرمانی. هاشم کرمانی رو کارگردان کارو دارین میگی؟ بابا همون اشتباه گرفتین. نه بابا کرگدن ما چی شما بیشی کرمانیون. آفرین. ایشون بابا گفتم بریم مامده بره جرقه. خب شما اصلا اینجا چی کارین؟ ما خانه داریم اینجا. خانه داری؟ بله خانه دارم. خب دست شما درد نکنه، اومدین پذیرایی کردین، خیلی ممنونم. حالا جرقه ما چی میشه؟
جرقه چیه؟ بابا همین که دیگه گفت ما ما جرقه قراره با بچه‌ها صحبت کنیم. من چه صحبتی با شما والا با من دارم؟ صحبت کنه چه اشکال داره؟ خب چه صحبتی با شما اشکال دارم؟ بابا بحث نکنی وقتی ما الان آمدیم اینجا بعد کار ما رو راه بندازیم. یعنی چی؟ این چه ورزشه؟ یعنی چی نداره آقا جان؟ آقای کرمانیون یعنی چی؟ من دیگه کار نمی‌کنم. نافذ بذار دنده دور بده. سلام ببخشیم بابایی آشخانم کرکرکی دماغ خوبی؟ ممنونم. سلام بشی خسته نباشید. سلامت دختر گلم اسم تو چی بود؟ ساناز محمدی. سلام. چقدر اسم نازی بر اساس اسم تو خیلی خداییش واقعا اسم اصلا به خدا کارشم بلد نبود هیچی کارش بلد نبود الان قرقر میگه فقط نمیدونم همین سوال چیه نوشته موفقیت رو چگونه تعریف میکنی؟ خب این چی سوالی ازت به چی بپرسه؟ خب معلومه دیگه موفقیت چیه دیگه جوابش روشه دست شما در نکنید. ممنون. شده آورد دلین قولی سالتم نگاه کن اصلا جوش ندینی ها موفقیت به شما خیلی نزدیکه اینجا خیلی اتفاقات خوبی به شما اصلا به شما قول میدم که آینده شما بسیار روشنه انشالله. اصلا درگیر چالش نشی ها خود من اینجا کار کردن هم هست هاشم که منجا خیلی خوبه خیلی بده. حوال داره اصلا دیگه ما قصه نخور آقا کن ما با ما قولای دیده چه حالیه. قول ازدواج مبارک باشی. شاید عروسی ما دعوت میکنه با مامان دینا بیه خب کتاب سو خب بریم باید برمیگیدم خب هر چه من مردش ندید ما قضای ما الان سوزیه باید نای 100 بار سر ما غرغر میکنه یا آجاقا باید میگه به چه قضا سو خب خدا رو شکر این پیرزن درد سرساز ما هم رفت و حالا ادامه گفتگو. چطوری ساناز؟ خسته که نشدی؟ خب ساناز موفقیت رو چطور تصور میکنی؟ مثلا من موفقیت یعنی اینکه پیش مردم محبوب باشی و انگار به اون هدف دلخواهت وقتی برسی خب موفقیت. الان موفقیت رو شما فقط درآمد و شهرت میبینی یا نه میتونه چیزای دیگه باشه؟ دیگه هم باشه به غیر شهرت و درآمد. اینکه همون محبوبیت بین مردم یه نوع موفقیته. اینکه اسم سر زبونا باشه و پیش همه عزیز باشه خودش یک نوع موفقیت. تو این مسیر در آینده به نظر چه چالش هایی ممکنه برات پیش رو باشه؟ خب همون رقابت بین مثلا مجریا یا خبرنگارا خیلی زیاده چون که خب مشهد هم شهریه که مجری زیاد داره و خب همون رقابته باعث یک چالش بین اعضا میشه. ساناز اگر یک روزی تصمیم بگیری که از این حرفه کناره گیری کنی دوست داری که مردم با چه عنوانی شما رو بشناسن؟ یعنی اینکه اونجوری که چطور شما رو باشن؟ دقیقاً سانازو چطوری ببینن؟ من وقتی اسم ساناز میاد یک تصویر ذهنی بیاد تو ذهنم. دوست داری چه شکلی باشه؟ اینکه خب یه مجری توانمند باشم از نظر اونا تا به اون جایگاه برسم. هنوز وقت زیاده ولی اونجا که از این حرفه بیام بیرون اینکه از نظر اونا یک مجری خوب باشم و محبوب باشم بین همشون. مجری خوب بودن رو برام تعریف کن. منظورت چیه؟ یعنی مجری خوب بودن یعنی همون محبوبیته. منظورم همون محبوبیته بین مردم. و اما کلام آخر اگر قرار باشه از این گفتگوی ما یه جمله‌ای رو به یادگار داشته باشن اون جمله چیه؟ اینکه موفقیت فقط معروف شدن و کسب درآمد نیستش. موفقیت میتونه همین گفتگویی که ما داریم اینکه دارن ما نگاه میکنن همین میتونه موفقیت باشه و فقط ما در این راه نباید به فکر کسب درآمد یا معروف شدن باشیم. همین که بتونیم پیش مردم عزیز و محبوب باشیم خودش موفقیت. خیلی عالی. ساناز جان خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی، تشریف آوردی، چه جمله جالبی گفتی. چقدر خوبه که از این مسیر لذت ببریم، یعنی فقط دنبال اون هدفه نباشیم.
این مسیر خودش لذت بخشه. ما همیشه دنبال اون قله‌اییم، ولی وقتی میرسیم به قله فکر میکنیم که خب چه اتفاق شگفت انگیزی قراره رخ بده، اما غافل از این که از اون مسیر لذت نبردیم و اون لحظه ها رو از دست دادیم. ممنون که دعوتمون رو پذیرفتین، تشریف آوردین و برات بهترینا رو آرزو می‌کنم. و ممنون برای شما که تا به این لحظه کنار ما بودین. براتون بهترینا رو آرزو می‌کنم و تا جرقه بعدی خدا نگهدار. گاهی بعضی از آدما فقط با یک نگاه در دل آدم جا باز میکنن، نه از جنس اتفاقهای ساده که از جنس آرامشی عمیقند که بی صدا میرسه. دیدن بعضی چهره ها برای دل مثل روشن شدن چراغ کوچیک در دل تاریکیه، همونقدر کوتاه و همونقدر نجات بخش. من غمی آرام میگیرم، تویی که ماه از زیبایی تو وا میگیرم. تو رو دیدم برای اولین بار، تازه فهمیدم چگونه یک نفر با یک نگاه از شوق میمیرم. جانان من به قلب من نزدیکی چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود اندوه من. جانان من به قلب من نزدیکی چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود اندوه من. انگار حضورشون غم رو آرومتر میکنه و دنیا رو کمی قابل تحمل تر. بعضی از آدما اونقدر به روح نزدیکن که حتی سکوتشون هم میتونه حال دل رو بهتر کنه. کافی صداشون بیاد تا اندوه برای لحظه‌ای عقب بشیم. ادامه قلب من فردای دلت روشن، هر بار صدا زدم تو رو شدی آرام من. همیشه غم خور من، غم بیازار من، تویی که شیرین کرده ای دنیا به کام من. قسم به تار مویت، به آفتاب رویت، که قصد من از زندگی لبخند تو بود. مرا میفهمیدی، حال مرا میدیدی، اگر کسی مانند تو دل بند تو بود. جانان من به قلب من نزدیکی چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود اندوه من. جانان من به قلب من نزدیکی چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود اندوه من. چه زیباست وقتی کسی باشه که لبخندش قصد نجات دل رو داشته باشه، کسی که بودنش از جنس فهمیدن باشه، نه فقط دیدن. و آخرین قصه همینه که گاهی تمام آرامش آدم در لبخند کسی خلاصه میشه.